انمو خدایی که از یک قطره آب ده این قدر صورت بخشیدن ده او قدرت چه نشان داد. ایمانی کامل داریم که چی آفت و مصیبت و بلایی که بالای سری ما ده میبیه همش دفع میکنه، همش برطرف میکنه. او هم خیلی خدای بزرگه. او هم خیلی خدایی هست که به یک استغفرالله که گناه همه سوزانه. او خدایی هست که اگر از روی عدل و از روی واقعیت عدل اگر کار گیره شطور ای پیلش که سوزن میگذرانه. همش ما امید داریم. حضرت ابوبکر و عمر از نماز بامداد برآمدن. حدیث بخاری مسلم روایت میکنم. گفتن دائما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم راوی حدیث انس ابن مالک میگه حضرت ابوبکر طرف حضرت عمر گفتن که از نماز بامداد تمام شدنش برآمدن. گفتن دائما پیغمبر خدا بعد نماز ام ایمن زیارت میکرد. ام ایمن خبر میگرفت بیا اکنون ما هم ریم زیارتش کنیم، زیرا رسول اکرم ام ایمن زیارت میکردن. میگه هردمان رفتیم وقتی ام ایمن زیارت کردند که ام ایمن گریه کرد. میگه رخسارهاش پوری آب شده و میگه از ابوبکر میگه من گفتم چی گیره میکنی ام ایمن؟ پیغمبر جای بهترین رفت، از این دنیا جای خوب رفت، نزد خدا رفت، چی گریه میکنی اخی؟ 1000 مرتبه این رسول میگه 1000 بار ایجا خوبه اوجا رفت، پیش خدا رفت، اون قدر حرمت و احترام، این قدر جای بزرگ رفت، چی گریه میکنی ام ایمن؟ ام ایمن میگه در جواب گفت من برای این گریه نمیکنم ابوبکر، من برای او گریه میکنم که دیگه وحی ای زمین قیچی شد. من برای او گریه میکنم که نعمت سخن خدا ای زمین قیچی شد. اخی این پیغمبر با خدا تماس میگرفت، کمبودی های ما را این رسول الله با واسطه این واسطه حل میکرد. او سخنگوی خدا بود، او درگاه را گپ شموده گپ میزد. من برای انامین گریه میکنم ابوبکر، امروز از آسمان خبری آسمان ما ده کی می آورده باشه، کی او را گپ میزده باشه؟ یک بار میگه بعد گفتن این سخن هر سش گریه کردن، همین گریه کردن که میگه هیچ محل. انس ابن مالک میگه گریه ابوبکر خیلی ندیده بودم. برادرو هر نفس غنیمت دانیم، هر دقیقه را غنیمت دانیم. یه روزی بود که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در میان صحابه بودن. حضرت این گونه شخصیت بودن که با خدا صحبت میکردن، سخن خدا را مدام میگفتن. بلند میشدن که ابی ابن کعب آمده است در یک لباس فقیری، در یک لباس کم بغلی از قاریه های افغانه. ابی من شنیدم و من در رسید که سوره لم یکن الذین بخون. این بینده قرآن حامل شمای، قرآن شما در نازل می شود، قرآن شما در آمده، نخون من خونم. ابی این امر خدا های بعد این سوره نازل شدن خدا امر کرد که ابی یگو همین سوره را خونه. حضرت ابی ابن کعب تا مردنشان فخر میکردیان. این بینگی خبری آسمان میبیو، فقیری صحابه بدیان. از 7 تا قاری مشهور صحابه ابی ابن کعب نفر بدیان که خیلی خیلی فقیر بدیان، تا مردنشان فخر میکردیان که نامی من خدا گرفت. در یک روایتی که طبرانی روایت میکنه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که ابی هر وقتا که تو قرآن میخونی من گمان میکنم که جبرائیل خونده است. من خود آواز زیبا داشتم، پیغمبر خدا خود دوست می داشتم با خوش آوازی رم. ابی ابن کعب اولین صحابه و قاری هست که در زمان خلیفگی حضرت عمر ترابه را 20 رکعت و یک ختم کامل کرده. میگه پیغمبر اکرم این صحابه فقیر دیدن، گفتن این خبرهای آسمانی را بین که می آمد رنگ صبح صادق، یک روز می شود. برادرای عزیز هیچ کس جای هیچ کس نمیگیره. ما در بینمون انسان‌های داریم که تا قیامت جاش خالیه. ابوبکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی، اینا رو جاشون خالی ان. با عمر که جای وای خالی میمونه. این علمای عظام هم همین خیلن. حتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ابن عباس روایت میکنه که هر باره که حضرت نماز نفل میخواندن من اقفاش میآمدم، چگونه ای که آشپز اوقات پس درونی دیگه میخواه و غرس کرده کافتن میگیره، پیغمبر در وقت نمازهای نفلش میدیدم گمان میکردم قفس سینه‌شان مثل تگی دیگه میکاوی از گریه میغرید.
گریه میکرد، میگم که گریه میکرد از ترس خدا، میگه میغرید. وقتی که نماز سلام میداد میدیدم قفسای سینه حضرت، ریشای سینه حضرت پر آب بود. طرف من نظر میکرد، میگه دو اشک، دو قطره نزد خدا قدر داره ابن عباس. یکم قطره آبی که در دعوت نماز ریزانده میشوه ای چشم، دویم قطره خونه که در راه خدا ریزانده میشوه. اینا گو شوخی ندارن، نزد خدا قیمت دارن. دویم گو دو اثر، دو قدم نزد خدا بزرگه. یکم قدمی که به سوی ری خدا مونده میشوه، دویم قدمی که به سوی فرض خدا مونده میشوه. برادرای مجلس نمیبیم این همش ری خداه. ما به همین نیت میبیم اینجا. شما خدا نعمتون نغز میدونین که از اندک جا نعمت ریختگی های. عادی ترین انسان امروز از بایترین ما زندگی خوب داره. همه جا گفتی همه بزرگا که ورنه در همه جا نان و نمک بسیار های، همه جا در نان و نمک های. عادی ترین انسان امروز باور که مستانه های. نکیم اینجا ما به خاطر چی میبیم؟ ما به خاطر ری خدا میبیم، به خاطر که یک اشک ریزه، یک صحبت علما گوش کنیم. از امام ابو حنیفه را میپرسیدن که علم در کیه؟ میگه علم ده همه. علم ده همه برادر. یا سخن داملا میدونه ما او را پر میکنیم، یا سخن داملا میدونه ما او را پر میکنیم. ما از دیگریمون علم میگیریم، ما از یک دیگریمون برکت میگیریم، ما از یک دیگریمون فیض میگیریم. برای همین هیچ محل این خیل مجلس را ترک نکنیم. این خالص لله های قدم را قسم به خدا در راه خدا گفته قدم خالص لله ما همجا برداشت میبینیم که خالص لله باشه. همین حدیثات عمل شوه. ابن عباس میگه نگاه میکردم رخسارهای رسول اکرم پر گریه بود. میگم توضیح میکرد یگان نماز پیغمبر خدا را ابن عباس میگه من ندیدم که به گریه باشه نمازهای نفلش، همش گریه میکرد. امی ایمان ببین که گریه کرده، یک کمپیر گریه کرد، میگه زار گریست که امروز پیامبر نیست، ما ای خبری آسمان دیگه به خبره. برادر یه روزی هسته که یک علمای عظام ای نصیحتای پدرای بزرگمون وقتی ای دنیا میرن محرومیم، ای نصیحت مادرای بزرگمون که اونها میرن دیگه گریه میکنیم، یک دوره از یادشون میکنیم. یک دوره های بعد میگه هر دش گریه کردن در حق آدمای خدایی سنت صحابه بوده. گریه میکنی برای نعمت، برای رفتن نعمت، زوال نعمت حق. کسی گریه میکرده سنت صحابه بوده. برای همین این مجلسامون، این صحبتامون باید همش سرتاپا نعمت باشه و سرتاپای دعوت ها رو گوش کنیم. و خدا قسم حضرت رومی در مثنویش من چند دلیل داملا آوردن. حضرت رومی در مثنویش یک بحث میبیاره، نام بحث هیچی میگه. یک انسان میگه از کودکی به دنیا میبیا به همین کیسچه داشته، همین کیسچه ها درشته یک خطک موندگی بده، میگه تا آخر عمرش. یکی کیسچه رو میگه هوی کار که درنش همیته هوی کار که دوره کودکی، نوجوانی، دبستان، کودکستان، بازی، دوره خانش، دوره دانشجویی، همین خیلی آمد میگه آخران کیسچه رو میگه هوی کار، همین خط میگه درش براور کی نوشتگی کی همش هیچی. همون روز میگه از رایل اومد. برادر همش این سنت الهی، تجارت میکنیم، زراعت میکنیم برای زندگیمون، همش حلالش ثوابه، حرامش عقاب عذابه، شبهش عتابه. اینا نقض داریم همه این فرموده خدا و رسوله. لیکن عاقبتش رومی گفته هیچی. همه آخران کیسچه گفته وی کردم بنچه هیچی، پهلوانیش هم هیچی، همش هیچی میگه، همش رفت. لیکن اینجا یک چیزی هست ما رو نمیدونیم. در دیگر جاش حضرت رومی میبیاره ارواحش نمارم که یک گدای آمد دهنی دری آسیاب کو که آسیابان برآمد که دید که کودک زیاده داره گریه داره که از برای خدا گنجشتگی کودکام هلاک میشن که مثنویش درازه. و میگه اورم همین روی مالچش وی کار میگه یک کاسه گندم داد و همین خداته میتونم. و میگه دو گریه بس طرف خونش رفتن گرفت که آسیابان میگه طرف آسمان دست برداشت که پروردگارا خی گریه زندگی میره کشوخی، گریه برکت چکشو، گریه تجارت چکشو. خیلی روزی بعد دیده میگم گریه گفتن که در همین گفتن میگن گریه همون تلیچه بستگی گندم اوی شده، همه گندم در درین ریگ ریخت. و میگه دوباره داد زد که من نگفتم که آخه تلیچه و گریه شکشو، و من گفتم که گریه زندگی شکشو، برکت شکشو. همه گندمو در درین خاک ریخت میگه و این دوباره 10 زد بوله گندمو در خاک جمع کردن، در 1 زد 2 زد 3 زد میگه ای بین قم میگه 3 تا غروشه کلان طلا برآمد.
هر سه تیلا را گرفته پیش آسیابان دویده اومد. میگه این که وقتی تیلا شناس بود دید او 1 سال آذوقه جمع کردی. و میگه من گریه کردم که گندمکای تو ریخ دلم سوخت، اما ای حکمت درونی ریخ به خبر بدم. برادر ما اینجا دسترخوان میکنیم، دعوت میکنیم و ای بسیار حکمتای الهی به خبریم. شاید اینجا ملائکه نو گفتن که او قوم ما را زیر زبر کرد، ایمان داریم ملائکه میبیا همه گناههای ما را میسوزونه همینجا ده. ما به خبریم. نامه اعمال ما را بالاش خط میکشه، به خبریم. روایت میکنه ابوبکر وراقه در تابعین میبیارن که وقتی ای دنیا میگذرن در خواب میبیننشه و میگن دوستی خدا چهرت رنگ مهتاب درخشانه، فهمیدیم که 31 سال فقط در عبادت و محراب شده بدی، میانت خم زده عبادت، خدا را بعد مردن چه یافتی؟ در وقتی که من برده شما در لحد مانده، ملائکه الهی من آسمان هفتم زیر عرش بردن. بعد از او میگه آوردن نامه اعمال میخوانم، غیر کمبودی هیچی نیست، هیچی نیست. میگه همیتا، میگه هر ورقه میزنم همه کمبودی های همه پیش بخوری. میگه از شرم و لرزه را همین لرزیدم که خیالی کردم دندونم میغلطه. بعد از اون میگه صدای اومد که سرت بردار وراق، سرت بلند که. میگه برداشت مفت نگاه کردم، گفته اکنون دیدی ای کردگیات در دهن مردم 31 سال و 30 و چند سال دیدی هیچی؟ چی؟ گفت هیچی. گفت این نقض دان و فهم، یک نام ما ستاره، یک نام ما ستاره. هر یک ورق نامه اعمال تا در پرده های مغفرت غفران و ستاریم میپیچانم، خودم خودت میدونی در این روز تا قیامت کسی ایره نمیدونه دیگه. سرت بلند که نامه اعمال ما میگه هم مشه پیچان در نامی ستاریش یگان عیب گفت کسی نمیفهمه در قیامت. برای همین ما هم از همین معرکه و نشستمون امید داریم که پروردگار عیبای ما را ستر کنه، گناهامون را ستر کنه. کمبودیامون زیاده، لغزشمون زیاده، پیش بخوریامون زیاده. مقصد همه همین برادرها همینه. بازم میگم این دسترخوان و نان و نمک در خانه هممون هست، لیکن یک قدم یکم به خاطر خدای، قدم دویم که خدای عیبای ما را سوزان، خدای گناههای ما را پاک. نام تو ستاره، تو بسیار عیبا را میپوشانی.